هر که در دلش ذره کبر دارد به جنت نمی درآید. آیا از این تهدید سخت‌تر برای شخص متکبر یافت می شود؟ به خصوص وقتی گوینده آن سخن راستگویترین انسان و فرستاده پروردگار رحمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. شخص متکبر خالق خود را خوب نمی شناسد، زیرا اگر او را خوب می شناخت و از عظمتش آگاهی می داشت هرگز در قلبش کبر را جای نمی داد. همین است که می گویند هر کس خود را شناسد خالق خود را نیز خواهد شناخت. چگونه انسان در برابر هم نوع خود کبر می ورزد در حال هر دو از خاک آفریده شدند؟ چطور انسان در برابر هم نوع خود کبر می ورزد در حال هر دو از یک قطره آب آفریده شدند؟ چی باعث می گردد که انسان در برابر هم نوعش خود را بزرگ می شمارد حالان که هر دو هم از راه بول به دنیا آمده اند؟ آیا شخص متکبر نشنیده است که خداوند در حدیث قدسی هشدار می دهد و می گوید کبر صفت خاص من است، هر کس خواهد آن را از خود کنند او را به جهنم می اندازند. آره، کبر ورزیدن در برابر دیگران از آن سر می زند که کس حقیقت خود را نمی شناسد و از یادش رفته که اول خلقتش چی بود و آخر کارش به چی می انجامد. مگر بار هم به گوش شخص متکبر این سخن پروردگار نرسیده است که می گوید انه لا یحب المستکبرین، بیشک او تعالی بندگان متکبر را دوست نمی دارد. امام ابن قیم رحمت الله علیه می گویند ریشه همه خطاکاری ها سه چیز است: کبر، حرص و حسد. کبر شیطان را از درگاه خدا رانده ساخت. حریصی آدم علیه السلام و همسرش حوا را از جنت بیرون کرد. حسد باعث شد که قابیل قاتل برادرش هابیل گردد. کبر نشانه کم خرد بودن متکبر است. بنابراین از محمد ابن حسین ابن علی رضی الله عنهم آمده است که می گویند هر قدر کبر در قلب انسان جای گیرد به همان اندازه عقلش کم می گردد. مقصد سخن نبیره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن است که انسان عاقل هرگز کبر نمی ورزد. کبر در نزد خدا ارزش انسان را پست و تواضع ارزش او را بلند می سازد. از این رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می گویند هر کس به خاطر خدا تواضع کند خدا قدر او را بلند می بردارد. باید هر شخص صاحب خرد گفته های بالا و این مصرع های زیبای مولوی جنونی را حلقه گوشش سازد و قلبش را از کبر ورزیدن پاک گرداند. اصلت از قطره منی لایقی تو نیست منی، از رهی بول شدی کبر و منی ها چی کنی؟